سلام رفقا، چطورید؟ من اسلام توی مثلا به یه ویدیو جدید خوش اومدید. تو این ویدیو قراره بریم سراغ یه سری ویدیوهای تیک تاکی و با هم حدس بزنیم که سن این خانوما چقدره. قبل یادتون میاد که تو این چالش رو با یه سایتی انجام دادیم که اگه ویدیوشو ندیدی حتما این بالا اگه یوتیوبتون فارسیه این بالا میذارم وسطتون، اونو ذخیره کنیم، بعد از این ویدیو برید اونو تماشا کنید. تو این ویدیو هم قراره همون چالش رو انجام بدیم ولی این بار با ویدیوهای تیک تاک. میخوایم حدس بزنیم که سن این خانوما چقدره. ولی یادتون نره که اگه خوشتون اومد از این ویدیو حتما لایک کنید و حتما یه کامنت برام بذارید و اگر هم کانال سابسکرایب ندارید، ویدیو منو برای اولین بار میبینید، حتما دکمه سابسکرایب بزنید تا رنگش عوض بشه و اون زنگولم فعال کنید. مرسی از لطفتون. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. آها راستی، مثل سری قبل اگه یکی بالا پایین گفتم، یعنی اگه 25 بود من 26 حدس زدم یا اگه 26 بود من 25 حدس زدم، هیچ ایرادی نداره. یه سال چیزی رو عوض نمیکنه. خب وایسا ببینم. این یا 20 سالشه یا 21 سال. حالا میگیم یه خورده بالاتر میخوره سنش، میگیم 21 سالشه. الان میگه یارو 40 سالشه. نه که 40 سال نمیخوره. 33 مادره، بعد اونم همسرشه. بیبی فیس. You are baby face. You are baby face. ما علکی پیر شدیم. خب شما چند سالته؟ بیا این دفعه بالا حدس بزنیم. دفعه سن بالا حدس بزنیم. خب تو دیگه 28 داری دیگه. خدا وکیلی که درد 28 باشه دیگه بابا، چه همه تو 30 سالتونه. 28 سالته تو. مطمئنیم که داره اشتباه میکنیم. از این به بعد سنا رو بالای 30 حدس میزنم. از این به بعد من سنا رو بالای 30 حدس میزنم. دیگه 20 تموم شد. حوالی 20 نمیرم. ما رو بگو تو چالش قبلی همه رو بالا حدس می‌زدیم، همه پایین بودن. الان تو این چالش همه رو پایین حدس می‌زنیم، همه بالا میرن. چه بکنیم؟ 30. بر طبل شادانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب، برخیز بر طبل شادانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب، برخیز و پرچم را ببر، بر سردر خانه بکوب. آقا حسام بالاخره حدس میزنه که درست حدس میزنه. 30 سالشه خانوم. بله خیلی عالی. به نظر من باید همینجا خدافظی کنم و تو اوج خدافظی کنم. تا سوتی ندادم. خب یا 32 یا 31 این حدودا، یا 32. دیگه رفتیم رو دور برد. خب شما 28 و 29 داری، نمیخوره 30 باشی، اصلا بهت نمیخوره 30 باشی. 33 سالشه، بچه 12 سالم داره. خانم و دوستان عزیز یاد بگیرید. الان داره این ویدیو میشینی ها میکنی، الان باید بچت مدرسه میرفت. یارو 33 سالشه، یه بچه 12 سالم داره. واقعا یاد بگیرید، یه خورده سخت نگیر. اینم پند آموزشی دکتر هولاکویی. خب باید دیگه بالای 30 حدس بزنیم دیگه. شما بهتون میخوره 32 سالتون باشه. آره 30 رو رد کردی رفتی توی 31 یا 32. من میگم 32. 39. خیلی اینا جوون میمونن، خیلی بیبی فیس میمونه اینا. مثل خود من بیبی فیسم. اکثرا بهم میگن تو قیافت به سنت نمیخوره. خب 30 داری. 30 بی برو برگرد 30. یعنی شانس منو دیدی. میام بالا، رنج سنی بالا حدس میزنم، یارو پایینه. چه اینجوری نمید؟ میام بالا، رنج سنی بالا حدس میزنم، یارو پایینه. پایین رو حدس میزنم، یارو بالا. یعنی
این ناهماهنگی رو درک نمی‌کنم. برش کن. ادامه ویدیو. بذار من دقیق نگاه کنم، قشنگ خیره بشم ببینم چند سالشه، چون واقعا حیفه من اینو خوب حدس نزنم. بیست و پنج یا 35. 1 hour later. 3 نه 2 hours later. سال رو رد کرده، یا 33 یا 32. 32 به بالا. 30 سالشه. نه اصلا میگم 30 سالشه. 30 سالشه. برو که رفتیم برای 30 سال. خیلی بالا نشون میداد سنت. دافی بودی، دافولی بودی واسه خودت. میخواستم بگم تو رنج سنی 20 ساله. بریم ویدیو بعدی. خب شما حدس میزنیم. شما 23 یا 2. بر طبل شادانه بازم بکوب. 22 دیگه تمام. بر طبل شادان مرسی. مرسی. شما 28 تا 29. 28 یا 29. 22. ماشاءالله که من دور بد حد زدم. خیلی معذرت میخوام. چه بکنیم؟ چه بکنیم؟ چه کار میشه کرد؟ ویدیو بعدی. خب یه چالش هم واسه خانوما. حتما تو کامنت سن این آقا رو حدس بزنید. سری زود تند. همین الان تو کامنت سنش رو حدس بزنید. بهش میخوره چند سالش باشه. تا 10 ثانیه میشمارم. کامنت حتما تو کامنت بذارید. 1 2 3 4 5 دوباره 6 7 8 9 10. کامنت گذاشتید، حدس زدین، چند سالشه. حالا با هم دیگه میریم ببینیم که چند سالشه. بیست و هفت. دقیقا عین خودمه. من خیلی بیبی فیسم. حتما توی کامنت سن منم حدس بزنید. نه میشناسم. الان همه تو رفیقای من هستیم. من ویدیو ببین. به خدا که همه تو رفیقای من هستیم. این خانوم چند سالشه؟ 35. نه 35 میخوام برم. 40 39 40. شما چی میگید؟ 39 40. آره دیگه خیلی صورتش سنش بالا نشون میده. 39 40. آره 48. می‌خواستم زیاد حدس بزنم میترسم ضایع بشم. درسته 48 سالش میخورد باشه. خب 20 21. خیلی جوونه. 20 21. 20-21 سری بیا. نگفت بابا اینا چرا نمیگن؟ اونایی که میخوام حدس بزنن نمیگن. این خیلی 32 باشید یا 31 یا 32. بله شما 40 سالتونه. من اشتباه حدس زدم خانم، ببخشید. چندش 18 19. بیشتر از 20 نیستی. 23 هستی. من اشتباه میکنم بازم ببخشید. چی بگه آدم ها؟ تا بیا سن حدس بزنی 20 22 19. من اشتباه کردم بازم من غلط کردم. من دیگه چه حدس سن رو انجام نمیدم چون واقعا داغونم.
خب الان اون چه کاری بود؟ من مثلا اون از چوری با اون حرکتت من بفهمم چند سالته. تو الان آخرش کمتر از 30 هستی، البته آخرش هم یا 25 یا 24 از صورتش فهمیدم. بریم ببینیم با هم دیگه. 18 خیلی ضایع شدیم بچه، کمک برسوندین. ای کاش بودین و کمک میکردین. این 20 یا 19 سالشه، نگفت سنشو، چون ما همه میخواستیم درست حدس بزنیم نگفت. این 18 19 آره 18 19 برو بیا 38 نه نیست داشت. خانم با کمالات، شما بهتون میخواد چند سالتون باشه بیبی؟ 18 سالته، 18 19 سالته. آره همین حدودا میتونی باشی، 18 و 19، البته که اشتباه نکنم. چرا من نگفتم 22 سالته؟ میخواستم بالاتر حدس بزنم اما گفتم شاید ضایع بشم. خب شما رو جوانتر نشون دادم. چندش آیدیش چیه؟ آیدیش رو یادم باشه حتما یه سری بهشون بزنم. خب اینم حدس بزنیم. آخه چرا برمیگردی؟ یعنی الان تو برگردی من دقیق سن تو حدس میزنم؟ یعنی اگه برگردی مثلا تو دقیق حدس میزنم؟ یعنی اگه برگردی مثلا تو دقیق حدس میزنم؟ عزیزم موج نگیر، یعنی اگه پسرم موج نگیر. خدا چرا با احساسات ما پسرا بازی میکنین؟ شما 31 سالته. 31 سالشه؟ 31 سالشه؟ بله که 31 سالشه. درست حدس میزنه این بازیکن. دوباره بر طبل شادانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب. همینجا تو اوج خدافظی میکنیم، تا همینجا بسه، تا ضایع نشدم بس. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، از این سبک ویدیو حال کردید، حتما توی کامنت بنویسید که پارت بعدش هم بسازم، چون قراره بازم سنا رو حدس بزنیم. حتما توی کامنت برام بنویسید. و اگه هم حال کردیم با این ویدیو، اگر هم این ویدیو رو دوست داشتید، حتما لایکش کنید، چون به ما لایکش کنید، اینجوری لایک، چون به ما خیلی کمک میکنه. مرسی ازتون. و چک کنید حتما ببینید که چنل من سابسکرایب کردین یا نه. بعضی اوقات ممکنه سابسکرایباتون پیدا باشه، پس حتما چک کنید. و اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و اون زنگوله هم بزنید. آخر این ویدیو چند تا ویدیو به شما پیشنهاد میشه، اگه اونا تماشا نکرد، اگه اونا ندیدید حتما ببینید. دوستتون دارم. مرسی از انرژیاتون. بدرود.